برای تبدیل اعداد مخلوط به کسره بزرگتر از واحد چیکار باید بکنیم؟ برای تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد، ابتدا واحد کسرمون رو ضرب در مخرج میکنیم، جواب رو به علاوه صورت میکنیم. یه بار دیگه میگم، مخرج ضرب در واحد به علاوه صورت به روی مخرج. مثلا 5.1 رو میخوایم به کسر بزرگتر از واحد تبدیلش کنیم. طبق این رابطه مخرجمون رو ضرب در واحدمون میکنیم، میشه 5 ضرب در 2 به علاوه صورت 1 به روی خود مخرج مساوی با 11 دوم. حالا این بار میخوایم یاد بگیریم برای تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط چیکار میکنیم؟ عمل تقسیم رو انجام میدیم. مثلا اگر داریم 13 سوم، میایم 13 رو تقسیم بر 3 میشود 4 تا 12 تا، از هم کم میکنیم میشه 1. در واقع 4 واحد ماست که به عنوان واحد نوشته میشه و 1 صورت کسرمونه، 3 هم به عنوان خود مخرج قرار میگیره.